خب دنیای تکنولوژی که میدونید هیچ وقت آروم و قرار نداره. اما بعضی وقتا یه معامله از راه میرسه که واقعا همه چیز رو زیر و رو میکنه. امروز میخوایم دقیقاً درباره یکی از همینا صحبت کنیم. یه قرارداد غول‌پیکر که کلی سوال اساسی درباره آینده هوش مصنوعی روی میز میاره. سوال اینه، ما داریم به سمت یه انقلاب جدید میریم یا داریم وارد یه حباب خطرناک میشیم؟ آره دقیقاً، یه قرارداد 300 میلیارد دلاری. این رقم غول‌پیکر در مورد آینده هوش مصنوعی به ما چی میگه؟ آیا این یه نشونه است از اینکه آینده روشنه و همه دارن با اطمینان سرمایه‌گذاری میکنن، یا نه یه زنگ خطره که میگه شاید داریم وارد یه حباب مالی میشیم؟ بریم با هم یه نگاه عمیق‌تر بهش بندازیم. خیلی خوب. اول از همه بیاین ببینیم اصلا این معامله 300 میلیارد دلاری چیه و داستانش از چه قراره. باید جزئیات این همکاری واقعا شگفت‌انگیز رو کالبد شکافی کنیم. فقط یه لحظه به این عدد فکر کنید. 300 میلیارد دلار. این یه رقم نجومیه. حتی برای بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی دنیا هم عدد خیلی خیلی بزرگیه. این خودش نشون میده که چه سرمایه‌گذاری عظیمی داره توی این حوزه اتفاق میفته. خب اصل ماجرا اینه که شرکت اوراکل، آره همون اوراکل، با اوپن ای آی، یعنی همون تیمی که چت جی پی تی رو ساخته، دست به یه همکاری خیلی بزرگ زده. این یه معامله زیرساختیه که میشه گفت واقعاً تاریخیه. حالا وقتی میگیم زیرساخت هوش مصنوعی منظورمون چیه؟ ببینید، مثل اینه که شما یه ماشین مسابقه خیلی خفن دارید، اما برای حرکت به یه موتور فوق‌العاده قوی نیاز دارید. این زیرساخت همون موتوره. یعنی اون حجم عظیم قدرت محاسباتی، اون همه سرور و دیتا سنتر که برای ساختن و راه انداختن مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی لازمه، این معامله دقیقاً برای همینه. خب تا اینجا با خود معامله آشنا شدیم. حالا بریم سراغ واکنش بازار. ببینیم وقتی این خبر منتشر شد سرمایه‌گذارا چی کار کردن. چون واکنششون معمولاً داستانای جالبی برای ما داره. آیا این نشوناییه که همه دارن با خیال راحت تو حوزه هوش مصنوعی پول خرج میکنن؟ و واکنش چی بود؟ فوق‌العاده مثبت. فکرشو بکنید، سهام اوراکل فقط تو هفته گذشته 26% رفت بالا. یعنی وال استریت از این خبر حسابی به وجد اومده. خب چرا اینقدر خوشبین شدن؟ چند تا دلیل داره. اول اینکه سرمایه‌گذارها این شتاب و حرکت رو دوست دارن، ازش راضین. دوم اینکه خود اوراکل پیش بینی کرده که برای سالهای آینده قرار درآمدهای فوق‌العاده‌ای داشته باشه. و نکته مهمتر، بازار داره به این معامله به چشم یه رأی اعتماد خیلی محکم به آینده هوش مصنوعی نگاه میکنه. جالب اینجاست که این موج مثبت فقط به اوراکل محدود نشد و بقیه شرکت‌های فعال تو این حوزه رو هم با خودش بالا برد. اما همیشه یه امایی وجود داره، نه؟ آیا واقعا همه با این خوشبینی موافقن؟ جواب اینه که نه، اصلاً. اینجاست که داستان یه روی دیگه هم پیدا میکنه. بعضیا به این ماجرا میگن یه قمار پرخطر. بریم ببینیم چرا بعضیا معتقدن که فعالان حوزه هوش مصنوعی شاید یکم زیادی تند رفتن. ببینید، نگرانی اصلی اینجاست. اینکه شرکت‌ها دارن میلیاردها دلار پول خرج میکنن تا این زیرساخت‌های عظیم رو بسازن، اما هنوز معلوم نیست دقیقاً چطور قرار ازشون پول در بیارن. یعنی قبل از اینکه راه پول درآوردن رو پیدا کنن، دارن بیش از حد ساخت و ساز میکنن. این یه ریسک بزرگه. دقیقاً به همین خاطر یک کارشناس به این روند میگه قمار پرخطر. اون معتقده که بازیگرای اصلی حوزه هوش مصنوعی یه جورایی زیادی تند رفتن. یعنی این هزینه‌های سرسام‌آور شاید بیشتر روی هیجان و امید سوار باشه تا یه طرح تجاری واقعی و محکم. خیلی خوب، پس الان دو تا دیدگاه کاملا متضاد روی میز داریم. این ما رو برمیگردونه به همون سوال اصلی. این همه هزینه و سرمایه گذاری توی هوش مصنوعی یه رونق واقعیه یا فقط یه حباب؟ بریم توی بخش آخر این دو دیدگاه رو کنار هم بذاریم. بحث اصلی دقیقاً همینه. از یه طرف یه عده میگن این یه رونق سالمه. یعنی این معامله و این سرمایه‌گذاری‌های سنگین نشونه یه سرمایه‌گذاری قوی و هوشمندانه روی یه تکنولوژی انقلابی و آینده داره. اما از اون طرف یه عده دیگه میگن نه، این یه حباب سوداگرانه است. اونا هشدار میدن که این هزینه‌های سرمایه‌ای سر به فلک کشیده و خیلی خطرناک از توانایی شرکت‌ها برای پول درآوردن جلو زده. پس سوال نهایی که باقی میمونه اینه: آیا گول‌های تکنولوژی دارن واقعاً پایه‌های آینده رو میسازن یا فقط دارن به آتیشه یه حباب جدید هیزم میریزن؟ جواب این سوال به نظرم مسیر دنیای تکنولوژی رو برای 10 سال آینده مشخص میکنه.
ممنون که تا اینجا با ما بودید.